به نام خداوند بخشنده و نهایت مهربان. قصه را از حیات یک زن مسلمان به شما برادران و خواهران میرسونیم. کوشش کنید که اندیشه کنید از حیات یک زن مسلمانی که واقعیت شدگی هست در حیات یک زن مسلمان که خداوند مهربان اگر زن ایمان به توفیق ده چگونه مقصد زندگی را اصلاح میکنه. یک مرد ظالم بود، بسیار ظالم بود، همیشه زن آزار میداد، همیشه زن کتک میزد، همیشه زنش دشنام میداد. یک روز میگه از کار اومد ناراحت بود، زن میگه ناراحت کرد، میگه زن کتک زد، میگه زن رفته در او خونه گریان بود که بگیم که در بگیم که زواناک که در میگه جرینگاز کرد. میگه بعدن وقت شوهر رفت در باز کرد، نگاه کرد که خسر و خوشتامنش و قیسانگلاش و خسر بچهاش به عیادت مقصد دخترش اومدن. بعدن اونها را خوش آمدید گفته به خونه گذر کرد. بعدن این شوهر ظالم پیش زن آمد، گفت زنه گفت همه خیش توارد به عیادت اومدن، بخیر خطا یک کنترل که یک مقصد سر دهن تا آلوده که و مقصد بعدن پیش اونها چکو که برقی اونها حال پرسی که زن یک سر روی خش آلوفته کرد. انسانی که او را زرد کوب کرده باشند، زیر لط کوب که شده باشد، هر انسان میشناسد. بعدن وقت دختر پیش مادر خدمت در آغوش مادر خود درمت گریان شد، مادرش او را در آغوش گرفت. این منظره را اون شوهر ظالم در اونجا نشسته بود تماشا میکرد. گفت الان حاضی زنک میره و پیش پدر مادرش و همه کاری رفتاری من در پیش پدر مادرش نقل میکنه که شوهر من ظالمه، شوهر من این کارا را میکنه، دخترشون گرفته از خونه من میروند، با کودکای من یتیم میمونه، زندگی من برباد میشه. مردک همین تجربه را میگذرون. وقتی که زن پیش اونها رفت، مادرش گفت دخترم گریان هستی، چشمات ورم کرده. آیا یگان گپ شد؟ گفت نه مادر جان، یگان گپ نشد. گفت در همون بگیم جایی که پخت پز میکنی، طعام تیار میکنی، در همون جا من پیاز پوسکی سادم، در تیزی همون پیاز چشمام اسوزا گرفت. با همون دستام تیز بود، چشمام شکیدم، یه باره چشمام ورم کرد. وقتی شوهر ظالم این منظره را نگاه میکرد که زنش نگاه کرد که برای خشنودی زندگیش، برای دیگرگون کردن زندگیش چی دروغی گفت تا اینکه زندگیش اصلاح شود. بعدا مرد از همین رفتار خودش ایزا کشید که من چی شوهر ظالمی بدستم. بعدا وقتی که او خسر خشتمن اخش اومدید گفت اونها را وقتی که مقصد گوسل کرد که خیستن رفتن. بعدا مرد جای نماز پرت افته، طهارت کرد، با نماز خون، با کارهای خود پیش پروردگار خود گریان شد که خدایا من چی مردی ظالمی بدستم که در خانه ملائکه داشته استم، قدر او را نمیدونستم. خدایا من رحم کن، من توفیق ده که من بعد نسبتی بهترین زندگی را به زن خود داشته باشم. میگه پس فرداش صاحب کتاب میگه از بازار یک تحفه خرید برای زنش. چیکار کرد؟ تحفه کرده، از زنش بخشش پرسید که من پهل که تا امروز دوباره زندگی من دیگرگون کردی. به همین خاطر خواهر برادر عزیز باید در زندگی کوشش کنیم که نسبت زنها رفتار خوب داشته باشیم. نگاه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه یا امتی من بهترینش در بین شما هستم و بهترین رفتار نسبت اهل خاندان خود دارم. عایشه مادر من حدیث را روایت میکنه اگر خطا نکنم در سنن ابو شیبه والله اعلم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت به یک چهره محبت مرد به طرف زن نگاه میکنه و زن به یک عشق محبت به یک چهره کشاده به یک لبخند به طرف شوهرش نگاه میکنه. خداوند رحمت بین این دو میریزونه و وقتی که مرد دست زن خود را با میگیره به یک محبت همدیگر را در آغوش میگیرن، خداوند گناههای اینها را میریزونه. آیا این معامله را ما کردن میتونیم یا نمیتونیم؟ همیشه داریم هر زندگی مسلمان نگاه میکنی از جنگ و وعوه خالی نیست. همیشه مرد مسلمان نگاه میکنی دشنام نسبت زن میتن و زن نسبت به احترامی شوهرش میکنن. کوشش کنیم که بهترین شوهر برای زنها باشیم. چگونه که اصحاب پیامبر از در بیرون میشیدن تا اومدنشون زنها منتظر اونها بودن، حتی صاحب کتاب میگه طعامش از زنش نمیخورد تا اینکه شوهرش بیاد. اگر ما هم که بهترین مرد که باشیم همیشه زن ما منتظر ما میباشه و زن هم اگر بهترین زن که باشه همیشه شوهر چیکار میکنه برای او وفادار میشه.
به همین خاطر کوشش کنید که این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حکمت نیست برادران. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث میگه یا امتی من از این دنیای شما 3 چیز دوست می‌دارم، یکی خوشبویی، یکی دیگر نماز و دیگر زنها هستن. که پیامبر این گپ از برای نفسش نگو، شهوت پرست نبود، تا اینکه امتی او زنها را حرمت کنه. ما وقتی زن حرمت کردیم، زن احترام کردیم، فرزندای ما این معامله را میبینن، پس فرد و فرزندای ما هم قای زنهاشو، فرزندای ما هم قای زن که بگیرن قای زنهاشو هم تا معامله میکنن. به خاطر که کم و تدین تدام پیامبر میگه هر چی معامله که منتظر شه. به همین خاطر بهترین مرد همون مردی است که در زندگیش، در خانواده‌اش، در زن و فرزنداش چیکار میکنه؟ ادب خوب داره، احترام خوب داره. الله کنه که ما هم در همه سیستم زندگی نسبت زن و فرزند بهترین پدر باشیم، بهترین شوهر برای زن هم باشیم.